بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تمامی اعضای کانال یوتیوبی متین خلیفه زاده سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال همتون خوب باشه و در تمامی مراحل زندگیتون پیروز و موفق باشید. دوستان، در این ویدیو میخوام هفته 18 لیگ برتر ایران رو کاملا آنالیز کنم و بازی هایی که اتفاق افتاد، نتایجی که رقم خورد و جدول لیگو تا پایان هفته 18 خدمتتون عرض کنم و هفته 19 هم اعلام میکنم که چه تیم هایی در مقابل هم قرار خواهند گرفت و باز میخوام در مورد نه به مربی های خارجی واسه تیم های ایرانی، نه به مربی های البته خارجی فشل صحبت کنم. پس امیدوارم تا پایان ویدیو در خدمت شما باشیم و شما عزیزانم اگر از ویدیو خوشتون اومده لطفاً حتما لایک یادتون نره، کانال رو سابسکرایب کنید و یک کامنت هم حتما بذارید، چون یوتیوب متاسفانه اگر شما فقط لایک کنید شما رو ربات تشخیص خواهد داد و ممکنه که لایک های شما رو حذف کنه. پس برای بیشتر دیده شدن کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم فشار بدید که خودتون هم از ویدیوهای کانال جا نمونید و کامنت یادتون نره و تا جایی که میتونید هم کانال رو بین دوستاتون شیر کنید. متشکرم. در هفته ای که گذشت خب پنجشنبه یک بازی برگزار شد و تیم استقلال تهران با نمایشی عالی تونست 2-0 استقلال خوزستان رو شکست بده که حالا امروز مصاحبه سهراب خانم با الشرطه انگار اومده و اگر شامل قانون کپی رایت نشه خدمت دوستان عزیز در این کانال قرار خواهم داد و اگر شامل قانون کپی رایت هم بشه دوستان لطفاً برید یه جای دیگه، جایی که به قول معروف تو یوتیوب نیست، در سایت های مختلف مصاحبه رو نگاه کنید، چون بالاخره یوتیوب و یه سری محدودیت ها داره. جمع تیم‌های فولاد و پرسپولیس به مسافه هم رفتند که در یک بازی واقعا کاملا برتر به نفع فولاد مخصوصا در نیمه دوم بازی به تساوی 1-1 انجام شد که به نظرم دو عامل خیلی بزرگ باعث این نتیجه شد. یکی فشل بودن آقای کارتال و دیگری واقعا اوج نبوغ آقای یحیی گل محمدی که واقعا با نبوغی که داشت مساوی رو از پرسپولیس گرفت، با شناخت خوبی که از تیمش داشت و با شناخت خوبی که از تیم پرسپولیس و فوتبال ایران داشت. دیروز 5 بازی برگزار شد. 5 بازی برگزار شد. تیم‌های سپاهان و شمس آذر به تساوی 1-1 رسیدن که تا حدودی فشل بودن جناب اسماعیل کارتال رو هم داره، فشل بودن جناب پاتریس کارتلو رو هم داره نشون میده. آقای کالترون تو که نمیتونی از تیم 12 جدول 3 امتیاز بگیری، خدا عاقبت تو خیر کنه. آقای کالترون خدا عاقبت سپاهان و هواداراشو خیر کنه که خوشبختانه تو بازی آسیایی نیستن، وگرنه ممکن بود یه آبروریزی دیگه رقم بخوره. تیمی که نتونه شمس آذر رو ببره، تیم 12 جدول رو شکست بده، یعنی واقعا باید به حالش گریست، تا حدودی باید به حالش گریست. واقعا درسته فوتبال بعضی بازی ها قفل میکنه یا بعضی بازی ها آدم نمیتونه نتیجه بگیره، ولی آقای کالدرون شما استقلال فوق بحران زده موسیمانه رو هم نتونستی ببری، پرسپولیس فوق بحران زده رو به زور تونستی ببری. بنابراین واقعا تیم سپاهان هم درسته الان صدر جدول رو داره ولی تیم خوبی نیست. مطمئناً در لیگ حتی دومم نخواهد شد. حالا من پیش بینی میکنم، من الان 2 تا پیش بینی دارم. اول 2 تا پیش بینی ما عرض کنم بعد به ادامه نتایج بپردازیم. دوستان 12 هفته مونده به پایان لیگ. من همین الان پیش بینی میکنم سپاهان یا سوم میشه یا چهارم، سپاهان یا سوم میشه یا چهارم و حتی شاید هم پنجم که احتمالش کمه. هوادارم از همین الان بدونید سقوط میکنه، بلا شک سقوط میکنه.
تراکتور در یه بازی عالی تونست 4-0 هوادار رو در هم بکوبه و این نشون میده که آقای اسکوچیچ چقدر با فوتبال ایران آشناست و نشون میده کریم باقری واقعا چه اعجوبه‌ای بوده، چه سرمربی اعجوبه‌ای هست و امیدوارم در تمامی مراحل زندگی خودشون پیروز و موفق باشن و به جایی که لایقشه واقعا برسه. آقای باقری خیلی جاهای بزرگتری لایقشه آقای باقری که اینطوری متاسفانه از پرسپولیس، حالا میگن خودش کنار رفت، ولی یه خورده بهش بیشتر توجه میکردن به جای این همه خواهشی که از مادزاری کردن و از آقای کارتال کردن. اگه همین خواهش ها رو از کریم باقری میکردن 100% میموند و پرسپولیس رو احیا میکرد. ذوباهن در مقابل خیبر 2-2 مساوی کرد که اینم تا حدودی نتیجه عجیبیه و در یکی از عجیبترین نتایج ملوان 1-0 به چادرملو باخت و ماشاءالله به چادرملو که تا رده 8 بالا اومد. واقعا ماشاءالله به سعید اخباری، واقعا دست گل در نکنه آقای اخباری که این تیمو ساختی، تیمی که تازه از لیگ دسته 1 اومده الان در رده 8 جدوله. واقعا درود به شما آقای اخباری و امیدوارم به آقای مازیار زاره هم وقت کافی داده بشه که بتونه تیمو جمع کنه. بالاخره هر تیمی وارد بحران میشه، اما مربی آقای مازیار زاره هم بسیار مربی خوبیه و امیدوارم به ایشون وقت داده بشه، فرصت کافی داشته باشه و همین الان اخراجش نکنن. و گلگهر هم موفق شد 2-1 تیم نساجی رو شکست بده که نساجی هم واقعا اصلا میتونم بگم هیچ دیگه، یه مربی سربستانی آورده فقط ببازه و اونم پولشو بگیره و با اجازه شما بره. اما جدول تا پایان هفته 18 جدول لیگ برتر ایران به این شرحه: تیم سپاهان با 39 امتیاز در صدر جدول قرار داره. تیم تراکتورسازی تبریز با 38 امتیاز در رده دومه. تیم فولاد خوزستان با با اکثر بازیکن‌های بومی، شاید فقط 2 بازیکن خارجی داره و لوسیانو پریرا رو هم البته داره که روی نیمکته، با 2 بازیکن خارجی فیکس و تمام بازیکن‌های بومی که اهل خوزستانن در رده سوم. ماشاءالله به یحیی گل محمدی. تیم پرسپولیس با 34 امتیاز در رده 4. پس دوستان فکر کنم دیگه 4 تیم جدول معلوم شدن دیگه. رتبه های اول تا 4 خیلی بعیده دیگه. گلگهر مگر اینکه آقای تارتار دیگه شاهکاری بکنه که واقعا بتونه خودشو به این رتبه برسونه، به رتبه 1 تا 4. به خاطر همینم گفتم خیلی احتمالش کمه که سپاهان 5 بشه با 34 امتیاز در تیم پرسپولیس با 34 امتیاز در رده 4. تیم گلگهر با 28 امتیاز در رده 5 قرار داره و باز یه جهش 4 امتیازی میایم که اونجا دیگه جدول خیلی نزدیکه. ذوباهن آلومینیوم عراق و ذوباهن اصفهان با 24 امتیاز در رتبه های 6 و 7 قرار دارن. تیم چادرملو با 23 امتیاز در رتبه 8 جدول قرار داره که ماشاءالله به چادرملو. واقعا درود به شرف تک تک بازیکنان و سرمربی عالیش و تیم مدیریتیش که با کمترین خرج، با کمترین هزینه تیمشون در رده 8 جدوله. فولاد با کمترین هزینه تیمشون در رتبه 3 جدوله. گلگهر با کمترین هزینه تیمشون در رتبه 5 جدوله. واقعا درود به این تیم‌ها، درود به این مربی‌ها، درود به آقای تارتار، درود به آقای گل محمدی، درود به آقای اخباری، مخصوصا هم آقای اخباری چون تیمش اصلا سابقه حضور در لیگو نداشته. اولین سالشه که داره به لیگ صعود میکنه و به لیگ صعود کرده و تیمش 8. تیم استقلال با نبوغ آقای موسیمانه با 22 امتیاز در رتبه 9 قرار داره.
که دیگه چی بگم، واقعا 14 بازی 3 برد، 14 بازی 3 برد، هیچ دیگه. واقعا فقط 3 تاش آسیایی بوده. 11 بازی، البته 2 تاش آسیایی بوده، در 12 بازی آقای موسیمانه. تو چی بگم به شما دیگه؟ اگه حرف بزنم باید توهین کنم که نمیخوام به کسی توهین بشه، ولی واقعا درود به مدیریت جدید استقلال که به آقای بختیاری زاده توی این بازی هم اعتماد کردن و امیدوارم تا آخر فصل به ایشون اعتماد کنن و آقای بختیاری زاده وقتی قولی بده عمل میکنه. من از الان میگم استقلالم 100% از شورته رو خواهد برد که انشالله فردا یه ویدیو مفصل در مورد استقلال و از شورته خواهم ساخت، در مورد بازی استقلال و از شورته خواهم ساخت. استقلال با 22 امتیاز در رتبه نهم قرار داره و نیمه پایین جدول به جز هوادار واقعا خیلی نزدیکه. ملوان هم با 20 امتیاز در رتبه دهم قرار داره. این از نیمه اول جدول که واقعا تقریبا حتی تا تیم گلگهر هم به نظر من حساب خودشون رو جدا کردن دیگه. استقلال اگه امید داشته باشه میتونه بیاد پنجم هم بشه، ولی بعیده. به نظر من بهترین رتبه‌ای که بتونه امسال به دست بیاره رتبه ششم. حالا نمیتونم 100% بگم پنجم یا ششم، ولی امیدوارم آقای بختیاری زاده حداقل تیمو به ششم برسونه. خب ملوان هم گفتیم، اما در رتبه 11 هم استقلال خوزستان با 20 امتیازه. دوستان چه جدولی واقعا. اما در رتبه 12 هم تیم شمس آذر قزوین با 18 امتیاز. تیم خیبر خرم‌آباد با 17 امتیاز در رتبه 17 هم قرار داره، در رتبه 13 هم قرار داره. معذرت میخوام دوستان، بعضی وقتا توپق میدم، شما به بزرگواری خودتون ببخشید. و مس رفسنجان هم با 17 امتیاز در رتبه 14 هم قرار داره. چه جدولی! یعنی فاصله تیمای نهم و هفتم، فاصله از تیمای هشتم و 14 هم 6 امتیاز فقط دوستان. چادرملو با 23 امتیاز در رتبه هشتمه و در رتبه 14 هم تیم مس رفسنجانه با 17 امتیاز. واقعا چه جدولی! چقدر نزدیک بازی ها، چقدر میتونه هفته های پایانی حساس باشه. تیم مس رفسنجان، درسته، تیم مس رفسنجان در رتبه 14 همه. من معذرت میخوام اگه گفتم نساجی، بالاخره اشتباه کلامیه و پیش میاد. تیم مس رفسنجان با 17 امتیاز در رتبه 14 همه. تیم نساجی هم با 15 امتیاز در رده 15 همه. چه ست هم هست، 15 امتیاز و رده 15 هم، که نساجی هم واقعا شانس داره اگه اونو هم فشل خانه نکنن، اگه این مربی سرب اجازه بده، اگه یه مربی بازم خوب می آوردن. خود آقای ساکت الهامی هرچند واقعا خیلی بیادبی بزرگی هم کرد و اگه به نظر من باشه باید مادام العمر محروم باشه، ولی از لحاظ فنی مربی بدی نبود، میتونست نساجی رو نجات بده. حالا بگذاریم. و 16 هم هوادار با 9 امتیاز که دیگه فاتحهش خونده است. همین فصل قبل باید فاتحهش خونده میشد که شانسی تو لیگ موند، ولی در این فصل فاتحهش خونده است. تیمی که بی هوادار باشه و شخصیت موندن در لیگو نداشته باشه، چه بهتر که سقوط کنه و یه تیمی بیاد دیگه برتر که با هواداره پرشورش واقعا لیگو جذاب کنه. پس جدول اینطوری شد. یه بار تون بگم ولی امتیازات رو دیگه نمیگم. تیمای سپاهان، تراکتورسازی، فولاد و پرسپولیس و گلگهر در رتبه های اول تا پنجمن. تیمای آلومینیوم، ذوباهن، چادرملو، استقلال تهران که واقعا جایگاهش نیست و ملوان بندرانزلی در رتبه های پنجم تا دهم قرار دارند. و تیمای استقلال خوزستان، شمس آذر قزوین، خیبر خرم‌آباد، مس رفسنجان، نساجی مازندران و هوادار در رتبه های 11 تا 16 قرار دارند. و از الان میگم که هوادار بلا شک سقوط خواهد کرد، اصلا 120%.
هوادار سقوط میکنه. اما هفته بعد چه تیمایی به مسافه هم خواهند رفت؟ در هفته 19 پنجشنبه 2 بازی داریم. تیمای ذوباهن اصفهان و تراکتور تبریز از ساعت 16 در اصفهان یه بازی جذاب خواهند داشت. بازی تو ورزشگاه فولادشهر برگزار میشه. خیلی دیدار جذابیه واقعا. تیم‌های دوم و هفتم جدول که تراکتور دیگه باید ببره اگه بخواد واقعا تو کورس بمونه. و بازی حساس تر از بازی ذوباهن تراکتور هم بازی استقلال خوزستان و شمس آذر توی اهواز. درسته که تیما میانه جدولن ولی نورد تیمای 11 و 12 جدوله. یه بازی واقعا در حد خونین، اصلا یه بازی 9 امتیازی واقعا واسه دوتاشون که با یه برد میتونن خودشون رو تقریبا از منطقه سقوط نجات بدن. دوستان جمعه هم 4 بازی برگزار میشه. استقلال تو رفسنجان میهمان مس رفسنجان ساعت 16:45. 3 بازی هم که ساعت 16 که ملوان تو انزلی میزبان سپاهانه. خیبر تو خرم‌آباد میزبان فولاده و تیم‌های نساجی مازندران و چادرملو هم تو قائم شهر به مسافه هم میرن که بازی سپاهان و ملوان هم خیلی جذابه واقعا به نظر من. سپاهان تلاش میکنه که خودشو تو کورس نگه داره، صدرنشینی رو حفظ کنه و چادرملو هم و ملوان هم برای اینکه از بحران خارج بشه باید دیگه این بازی رو ببره یا سپاهان حداقل متوقف کنه تا این روحیه از دست رفته بازیکن‌ها برگردن. شنبه هم 2 بازی برگزار میشه که ابتدا از ساعت 15:30 آلومینیوم تو تهران میهمان هواداره که احتمالاً گلبارونش کنه و رتبه 6م خودشو نگه داره که واقعا درود بهشون. و شاید میتونم بگم در حساس ترین بازی، در گل سرسبد بازی ها، ساعت 17 تو ورزشگاه احتمالاً آزادی، دقیق نمیدونم هنوز مشخص نشده، تیم پرسپولیس میزبان گلگهر سیرجانه. یه بازی واقعا عالی که اینجا هم میشه فشل بودن آقای کارتال رو فهمید. البته سه‌شنبه با الهلال که حسابی پرسپولیس گلباران خواهد شد به نظر من که امیدوارم این اتفاق نیفته. البته پرسپولیس نماینده ایرانه و ما همه طرفدار پرسپولیسیم در دیدار با الهلال، ولی به احتمال خیلی زیاد این اتفاق خواهد افتاد و این تیم فشل با این مربی فشل گلباران میشه و با روحیه افتضاح به مسافه گلگهری خواهد رفت که با روحیه عالی میخواد به مسافه پرسپولیس بره و شاگردان آقای تارتار شانس بسیار زیادی واسه برد دارن. نورد تیم‌های 4 و 5 جدول. دوستان هر چقدر بیشتر از لیگ میگذره اینقدر میفهمیم که مربیای داخلی بهترن واقعا. چرا؟ شاید بگید خب پاتریس کالدرون و دراگان اسکوچیچ تیماشون تو صدره، چون دوستان بهترین بازیکنای ایران تو تیم اوناست دیگه. ولی تیمی مثل آلومینیوم عراق، تیمی مثل ذوباهن، تیمی مثل فولاد، تیمی مثل گلگهر با حداقل امکانات میان چنین رتبه های عالی رو تصاحب بکنن، واقعا با حداقل امکانات. این خودش واقعا نشون میده که مربیای ایرانی عالی هستند. پرسپولیس یه خورده واسه آقای گل محمدی خرج کرد تا فینال آسیا رفت. 4-5 سال پشت سر هم قهرمان لیگ ایران شد آقای گل محمدی. یعنی واقعا ثابت کرد که آقا میتونه دیگه. ثابت کرد که میتونه واقعا یه تیم از مرحله سقوط، تیمی که برای سقوط میجنگید که با شانس بسیار زیادی که آورد سقوط نکرد، میتونه این تیمو به مدعی قهرمانی تبدیل کنه. آقای قلنویی ثابت کرد ژاپنی که بهش 4-0 باختیم و میشه 2-1 برد.
آقای حشمت مهاجرانی ثابت کرد که ایران میتونه 3 بار قهرمان آسیا بشه. ولی یکی بیاد به من بگه این مربیای خارجی آخه چی رو ثابت کرده؟ تنها به نظر من چیزی که ثابت کرده آقای کیروش ثابت کرده که ایران میتونه جلوی تیمای مدعی خوب ظاهر بشه بجز با انگلیس. واقعا چی رو میخوان ثابت کنن مربیای خارجی که اومدن؟ چی کار کردن تا الان؟ فقط یکی اینو توی کامنت ها لطفا به من بگه. فردا هم ویدیو مفصلی درباره بازی استقلال و اشورته خواهم ساخت که سهراب خان قول داده که انشالله بتونیم اشورته رو ببریم و منم میگم 100% ما اشورته رو داغون میکنیم. مطمئن باشید دوستان، مطمئن باشید، اصلا به احتمال 1000% ما اشورته رو تو آزادی داغون میکنیم. بنابراین زیاد نگران بازی استقلال اشورته نباشید، فقط تماشاگران عزیز برید ورزشگاه و لطفاً اگر استقلال بازی رو برد، بابا تو رو خدا دوستان عزیز، بابا چی دیگه، قسم خوردن خیلی کار قشنگی نیست، ولی شما رو به جون هر چی که دوست دارید فریاد بزنید تو ورزشگاه بختیاری زاده تا آخر فصل بمونه که تیمو انشالله جمع کنه. امیدوارم دوستان از این ویدیو هم لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.